اغلب این آقایونی که توی شاکی هستن از خانوماشون که چقدر سر تو گوشیه، یا برعکس خانومایی که شاکی هستن از آقایشون که تو که میای خونه به جای اینکه به ما توجه کنی همش سر تو گوشیه، وقتی میان تو مطب و دنبال علت گردن درد هستن من دارم توضیح میدن، یه جوری بحث رو میکشونن به این که بگو که موبایل هم تاثیر داره، بگو آی دکتر این سرش تو شب تو صبح تو موبایله تاثیر نداره، این نیست علتش. منم میگم خب آره دیگه، آره اینم هست، البته اینم تاثیر داره، اینم تاثیر. دیدی گفتم آقا، دیدی گفتم خانم، دیدی گفتم. ظاهر یه حرف عامیانه است، مثلا راست چه ربطی داره من سرم شب تا صبح تو گوشی گردن درد بگیرم، به کمر درد بگیرم، ولی واقعیت درسته. یعنی شما سر ساعت ها وقتی توی گوشی باشی یا بری تو رخت خواب لم بدی یا توی پوزیشن نامناسب کمر و گردن ساعت ها به گوشیت یا به کامپیوترت لپتاپت خیره بشی، خب طبیعی کمر درد میگیری، طبیعی گردن درد میگیری. بنابراین این واقعا یه بیس علمی هم داره که این حالت ها باعث بشه که شخص دچار گردن درد و کمر درد بشه.